به نام خدا. دوستان سلام. در این برنامه میخوایم با همدیگه همراه بانک کشاورزی رو اجرا کنیم و ببینیم چه خدماتی رو برای ما قرار داده. من برای دریافت رمز همراه بانک به شعبه مراجعه کردم. خود شعبه اقدام به نصب همراه بانک برای گوشی من کرد و مراحل ابتدایی اون رو انجام داد. الان این برنامه برای گوشی من نصب هست و میخوام برای اولین بار اون رو اجرا کنم. برای اون کلیک میکنیم. رمزی که در موقع نصب برای ورود به برنامه تعیین کردیم رو اینجا وارد میکنیم. اینجا محیط اصلی نرم افزار هست. در منوی کارت های من شما میتونید کارت های بانک کشاورزی خودتون رو معرفی کنید. برای معرفی یک کارت جدید روی دکمه کارت جدید کلیک میکنید. عنوانی برای اون کارت در نظر میگیرید. این عنوان هر عنوانی که خودتون دوست دارین میتونه باشه و شماره کارت رو هم در قسمتی که تعیین شده وارد میکنید. پس از ثبت شماره کارت روی دکمه تایید کلیک میکنید. از شما رمز دوم کارت رو اینجا درخواست میکنه، اون رو هم وارد میکنید و سپس روی دکمه تایید کلیک میکنید. پیغام میده که کارت شما برای اجرای برنامه آماده است. برای اینکه این کارت ذخیره بشه روی دکمه تایید کلیک میکنید و منتظر دریافت تاییدیه اون میمونید. الان این پیغام برای ما ارسال شد و نتیجه رو موفقیت آمیز اعلام کرده. بر روی تایید کلیک میکنیم. دوباره به منوی کارت های من مراجعه میکنیم. مشاهده میکنید که اینجا کارت شما ذخیره شده و میتونید الان عملیات های خودتون رو اونجا انجام بدید. روی کارتی که معرفی کردیم کلیک میکنیم و به امکانات اون قسمت دسترسی پیدا میکنیم. اولین گزینه مشاهده مانده کارت هست. روی اون کلیک میکنیم. رمز دوم رو وارد میکنیم. روی دکمه تایید کلیک میکنیم. باز هم تایید و مانده کارت به ما اعلام میشه. منوی بعدی انتقال وجه به کارت هست. در این قسمت شما میتونید از کارت بانک کشاورزی خودتون به سایر کارت های عضو شتاب انتقال وجه رو انجام بدین. کارتی که قصد انتقال وجه به اون رو دارین در قسمت شماره کارت مقصد وارد میکنید. مبلغ رو هم در قسمت مبلغ وارد میکنید. روی دکمه تایید کلیک میکنید. از شما میپرسید که شما قصد دارین از این کارت به کارتی که در ردیف دوم مشخص شده مبلغی که در ردیف سوم مشخص شده رو انتقال بدین. آیا این مورد رو تایید میکنید؟ بر روی دکمه تایید کلیک میکنید. باز هم پیام دیگری برای شما ارسال میشه و این بار نام صاحب کارت مقصد رو هم به شما نشون میده و از شما میپرسید که آیا باز هم این انتقال وجه رو تایید میکنید؟ روی دکمه تایید کلیک میکنید. حالا مشخصات کارت رو از شما میخواد. رمز دوم، سپس کد اعتبارسنجی، تاریخ انقضای کارت و روی دکمه تایید کلیک میکنید. پیامی برای ما اینجا ارسال شد و نتیجه رو در قسمتی که نوشته نتیجه به ما نشون میده. کد پیگیری به ما داده. در واقع میشه گفت این رسیدی از انتقال وجه ما هست. منوی بعدی پرداخت قبض هست. در این قسمت شما میتونید انتخاب کنید که شناسه قبض و پرداخت رو به صورت دستی وارد کنید یا با بارکد خوان. اگر به صورت دستی رو انتخاب کنید شناسه قبض و پرداخت رو به صورت دستی در قسمت‌های مربوطه وارد میکنید و دکمه تایید رو میزنید. همچنین میتونید با استفاده از دکمه بارکد خوان به راحتی با استفاده از بارکد روی قبض اطلاعات قبض رو وارد کنید. سپس روی دکمه تایید کلیک میکنید. اینجا اطلاعات اون قبض رو به شما نشون میده. روی دکمه تایید کلیک میکنید. باز هم پیغام برای شما ظاهر میشه. نوع قبض رو بهتون نشون میده. مبلغ و شناسه قبض و پرداخت رو باز هم بهتون نشون میده. اگر همه موارد صحیح بود روی دکمه تایید کلیک کنید تا رسید پرداخت قبض رو به شما نشون بده.
منوی بعدی خرید اعتبار هست. منظور خرید شارژ سیم کارت. در این قسمت شما نوع شارژ که نیاز دارید رو انتخاب میکنید. فعلا ایرانسل همراه اول و رایتل وجود داره. برای مثال همراه اول رو انتخاب میکنید، مبلغ و سپس روی دکمه تایید کلیک میکنید. از شما رمز دوم رو میخواد. با وارد کردن رمز دوم و از زدن دکمه تایید رمز رو دریافت خواهید کرد. منوی بعدی سه شارژ آخری که خریداری کردین رو بهتون نشون میده. اینجا از شما میپرسه که چه شارژی خریداری کردین. برای مثال اگر همراه اول خریداری کرده بودین روی دکمه تایید کلیک میکنید، رمز دوم رو وارد میکنید و روی دکمه تایید باز هم کلیک میکنید. سه شارژ آخر همراه اول رو بهتون نشون میده. منوی بعدی سه گردش آخر. در این منو شما با وارد کردن رمز دوم کارتتون سه گردش آخر کارت خودتون رو مشاهده میکنید. اینجا باز هم یک تاییدیه از شما میگیره که برای این کارت شما میخواین سه گردش آخر بگیرین یا نه. دکمه تایید رو میزنید و سه گردش آخر کارت به شما نشون داده میشه. منوی بعدی مسدود کردن کارت. اگر کارتتون رو گم کردین یا از شما به سرقت رفت، خیلی سریع به این گزینه مراجعه کنید. رمز دوم کارت رو وارد کنید، دکمه تایید رو بزنید تا کارتتون مسدود بشه و کسی نتونه از اون کارت استفاده کنه. منوی آخر منوی عدم تقصیر کارت هست. شما وقتی که به شعبه مراجعه کردین و این همراه بانک رو بر روی گوشی خودتون نصب کردین، کارت های شما و حساب های شما رو به این همراه بانک متصل کرده. با استفاده از این منوی عدم تخصیص کارت شما میتونید اون کارت خودتون رو از این برنامه اتصالش رو جدا کنید. میریم به دومین گزینه حساب های من. اولین گزینه کارت های من بود که شما فقط با کارت های خودتون سر کار داشتین. دومین گزینه با حساب ها سر کار دارین. روی حساب های من کلیک میکنین. اینجا هم اگر خواستین حسابی رو جدیداً تعریف کنین روی دکمه حساب جدید کلیک میکنین، عنوان حساب رو وارد میکنین و شماره حساب، سپس دکمه تایید و همانند گزینه کارت جدید این مراحل رو طی میکنین. وقتی که حساب جدید رو تعریف کردین روی دکمه حسابتون کلیک میکنید. اولین گزینه همانند قسمت کارت ها مشاهده مانده هست، روی اون کلیک میکنید، رمز حساب رو وارد میکنید و روی دکمه تایید کلیک میکنید. باز هم دکمه تایید و مانده حساب شما به صورت یک پیغام برای شما اینجا نشون داده میشه. منوی بعدی انتقال وجه به حساب هست. در این قسمت شما میتونید از حساب کشاورزی خودتون به یکی دیگر از حساب‌های کشاورزی، حالا چه از خودتون چه از دیگران، میتونید این انتقال وجه رو انجام بدید. شماره حساب کشاورزی مقصد رو در این قسمت وارد میکنید، مبلغ، و روی دکمه تایید کلیک میکنید. اینجا باز هم دکمه تایید رو میزنید. سپس باز هم پیغامی به شما نشون داده میشه. اینجا چون من شماره حساب رو فرضی وارد کردم این حساب تعریف نشده، اما اگر شما شماره صحیح رو وارد کنید همانند قسمت انتقال وجه کارتی، نام شخص دارنده حساب مقصد به شما نشون داده میشه. اگر اون نام شخص درست بود روی دکمه تایید کلیک کنید و رسید خودتون رو مشاهده کنید. منوی بعدی انتقال وجه پایا هست. اینجا شما میتونید از حساب بانک کشاورزی خودتون به یک حساب دیگری غیر از بانک کشاورزی مبلغی رو انتقال بدید. اما اینجا لازمه این کار داشتن کد شبا هست. شما در جدول دوم کد شبا رو وارد میکنید، مبلغ رو هم وارد میکنید و روی دکمه تایید کلیک میکنید، رمز حساب رو وارد میکنید، روی دکمه تایید باز کلیک میکنید. اینجا تاییدیه اول هست، روی دکمه تایید کلیک میکنید و رسید انتقال وجه به شما نشون داده میشه. منوی بعدی استعلام پایه هست. در این قسمت شما کد پیگیری پایه رو وارد میکنید، دکمه تایید رو میزنید، باز هم تایید و نتیجه رو به شما نشون میده. الان نتیجه این استعلام من این هست که این پایه که من انجام دادم با این کد پیگیری
الان فقط ارسال شده و هنوز انجام نشده. منوی بعدی استعلام چک هست. در قسمت استعلام چک سریال برگه چک خودتون رو وارد میکنید و از وضعیت اون برگه چک مطلع میشید. منوی بعدی پرداخت اقساط تسهیلات هست. اینجا شماره وام خودمون رو در این قسمت وارد میکنیم. البته منظورم یک شماره وام از بانک کشاورزی است. حالا شماره وام از شخص دیگری هم باشه شما میتونید اون رو پرداخت کنید. شماره وام رو در این قسمت وارد میکنیم، روی دکمه تایید کلیک میکنیم، باز هم تایید. اینجا نام دارنده اون وام رو به ما نشون میده، مبلغ بدهی سررسید گذشته رو نشون میده، مبلغ قسطی که هر ماه باید پرداخت بشه رو نشون میده، نوع وام رو نشون میده و در قسمت پایین شما مبلغی که قصد پرداخت رو دارین میتونین وارد کنین. برای مثال من این مبلغ رو پاک میکنم و مبلغ مورد نظر خودم رو وارد میکنم. روی دکمه تایید کلیک میکنیم. اینجا رمز حساب رو از ما میخواد و با وارد کردن رمز حساب قسط ما پرداخت میشه و یک رسید به ما میده. چون من قصد ندارم این قسط پرداخت بشه فعلا رمز حساب رو وارد نمی کنم. منوی بعدی پرداخت قبض. وقتی روی این منو کلیک میکنین همانند قسمت کارت ها شما به صورت دستی و توسط بارکد ها میتونین قبوض خودتون رو پرداخت کنید. اگر فقط شناسه قبض و شناسه پرداخت رو دارین روی دکمه به صورت دستی کلیک کنین و شناسه قبض و پرداخت رو وارد کنین. اگر خود قبض در اختیارتون هست و بارکد روی قبض قانون و سالم هست، با استفاده از بارکد به راحتی میتونین اطلاعات قبض رو وارد این برنامه کنید. روی دکمه توسط بارکد کلیک میکنیم. اطلاعات قبض وارد میشه. روی دکمه تایید کلیک میکنیم، رمز حساب رو وارد میکنیم و دکمه تایید رو میزنیم. اطلاعات قبض به ما نشون داده میشه و برای پرداخت اون روی دکمه تایید کلیک میکنیم. منوی بعدی سه گردش آخر حساب هست. در اینجا رمز حساب رو وارد میکنیم. رمز حساب رو هم خود شعبه به شما میده. روی دکمه تایید کلیک میکنیم، باز هم تایید و سه گردش آخر حساب رو به شما نشون میده. منوی بعدی تغییر رمز حساب هست. خب رمز حسابی که بانک به شما داده اگر به خاطر سپاریش مشکله و یا رمز دیگه مد نظرتون هست، در این قسمت شما میتونید تغییر بدین. حتی میتونید مشابه رمز دوم کارتتون بگیرین یا هر رمزی که خودتون راحت تر هستین و به خاطر سپاریش براتون راحت تره اینجا میتونید انتخاب کنین. در اولین جدول رمزی که خود بانک به شما داده رو وارد میکنین. در جدول دوم رمزی که مد نظرتون هست و رمز جدید هست رو وارد میکنین و در جدول سوم هم اون رمز جدید رو تکرار میکنین و سپس روی دکمه تایید کلیک میکنین. آخرین گزینه هم عدم تخصیص حساب هست. وقتی که شما به شعبه مراجعه میکنید و این برنامه رو بر روی گوشه خودتون میریزین، شعبه حساب و کارت های شما رو به این برنامه تخصیص میده. در این قسمت شما میتونید همانند مشابه همین منو در قسمت کارت ها اینجا حساب خودتون رو از این برنامه جدا کنین و اتصالش رو قطع کنین. خب برمیگردیم به صفحه اصلی. گزینه بعدی سایر سرویس ها. در این قسمت و در اولین گزینه شما میتونین کد شبای حسابهای کشاورزی رو دریافت کنید. در قسمت شماره حساب یک شماره حساب بانک کشاورزی رو وارد میکنید. نوع اون حساب رو اینجا مشخص میکنید که شماره شبای وام هست یا سپرده. برای مثال اگر شماره تسهیلات خودتون رو وارد کنین و حساب تسهیلات رو انتخاب کنین، کد شبای قسط بانک کشاورزی شما رو بهتون نشون میده و میتونین با استفاده از سایر سرویس های پرداخت بانک های دیگه نسبت به پرداخت اقساط بانک کشاورزی خودتون اقدام کنید. گزینه بعدی کارت های پرکاربرد هست. در این قسمت کارت هایی که شما یاد با اونها کار میکنید و بهشون انتقال وجه انجام میدین رو در این قسمت مشخص میکنید تا در وقتی که میخواین انتقال وجهی رو انجام بدین نیاز نباشه تا دوباره شماره کارت مورد نظر رو وارد کنید.
برای مثال روی دکمه جدید کلیک میکنید، یک عنوان انتخاب میکنید، شماره کارت رو وارد میکنید و روی دکمه تایید کلیک میکنید. اون کارت به کارت های پرکاربرد شما اضافه شد. همچنین حساب های پرکاربرد هست که در این قسمت میتونید حساب های پرکاربرد خودتون رو تعریف کنید، همانند قسمت کارت های پرکاربرد. عنوان و شماره حساب رو وارد میکنید و دکمه تایید رو میزنید. در همین صفحه اصلی میریم سراغ گزینه بعدی، تنظیمات کاربری. اولی منو تغییر زبان هست، فقط فارسی و انگلیسی داره که ما فارسی اون رو انتخاب کرده بودیم. منوی بعدی تغییر اندازه فونت هست که به صورت پیش‌فرض بر روی متوسط قرار داره. اگر دوست دارین که فونت کوچکتر یا بزرگتری داشته باشین میتونید اونها رو هم انتخاب کنید. ببینید که خیلی فونت ریز شد، یا فونت بزرگتر رو انتخاب میکنیم. این هم فونت متوسط. منوی بعدی نوع ارسال اطلاعات هست. پیامک و اینترنت. اگر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارین حتما بر روی اینترنت قرار بدین، چون سرعت تبادل اطلاعات بالا میره و شما سریعتر میتونید عملیات های خودتون رو انجام بدین. اما اگر به اینترنت دسترسی ندارین بر روی همون دکمه پیامک قرار بدین و از اون استفاده کنید. منوی بعدی رمز ورود به برنامه رو تغییر میده. شما اینجا میتونید رمز قبلی رو وارد کنید، رمز جدیدی که میخواین برای برنامه تخصیص بدین رو در جدول دوم و سپس همون رمز جدید رو در جدول سوم تکرار میکنین و اون رو تایید میکنین. آخرین گزینه هم شماره های بانک هست. خب این به صورت پیش‌فرض خودش انتخاب هست، نیازی به تغییرش نیست. فقط اگر دیدین که دیگه پیامک ها نمیاد و جوابگو نیست بر روی بروز رسانی کلیک کنید، سپس دکمه تایید و شماره های بانک برای شما بروز رسانی میشه. در صفحه اصلی منوی بعدی تاریخچه هست. روی دکمه تمامی تاریخچه کلیک میکنید. تمامی پیام هایی که شما دریافت کردین در این قسمت نشون داده شده. شما میتونید هر بار که خواستین به اون پیام مراجعه کنید و اون پیام رو مشاهده کنید. در واقع اینها رسیدهای عملیات های مالی شما هست، حالا چه مشاهده گردش حساب باشه، پرداخت قبض باشه یا انتقال وجه. برای حذف پیام ها هم دستتون رو روی یکی از پیام ها نگه میدارین و دکمه حذف اون پیام یا حذف همه براتون ظاهر میشه. اگر حذف رو بزنین فقط همون پیام حذف میشه و اگر حذف همه رو بزنین همه پیام های شما حذف میشه. منوی بعدی نکات امنیتی هست. حتما وقتی که همراه بانک رو نصب کردین، قبل از اینکه از این همراه بانک استفاده کنید حتما یک بار این نکات رو با دقت مطالعه کنید تا به مشکل خاصی برخورد نکنید. منوی بعدی راهنما هست که یک راهنمای خیلی خلاصه فقط از ماندگیری، انتقال وجه و پرداخت قبل از حساب یا کارت برای شما قرار داده. منوی بعدی درباره هست که ورژن این برنامه رو به شما نشون میده. و آخرین دکمه هم دکمه خروج از برنامه هست. حتما برای خروج از برنامه از این دکمه استفاده کنید. این هم از برنامه ساده ولی کاربردی همراه بانک کشاورزی. مشاهده کردید که خدمات اصلی رو برای شما در این برنامه قرار داده: انتقال وجه، پرداخت قبوز، ماندگیری از حساب‌ها، صورت حساب، خرید شارژ و پرداخت اقساط. این خدمات اصلی و اولیه رو برای شما قرار داده و با استفاده از این همراه بانک بسیاری از امور بانکی خودتون رو میتونید انجام بدید. برای دیدن سایر آموزش ها به سایت kart.com مراجعه کنید. لطفا نظر یادتون نره در پایین همین صفحه نظر یا سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.